بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اللهم إنا نسألك الهداية والاستقامة والشهادة في سبيلك. اما بعد. خواهران عزیز، برادران محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم شکر و حمد میفرستیم به الله سبحانه و تعالی کما یلیق بجلال وجهه و عظیم سلطانه که ما و شما را توفیق نصیب کرد که باز هم به یک درسی از درسای عقیده بنشینیم و برای ما و شما فرصت عمر داد که تا به حال زنده هستیم در این شرایطی که زندگی در هر لحظه از دست انسان میره و کلش به قدرت الله و قضا و قدر الهی هست که ما به همه باید تسلیم باشیم. دوستای عزیز، در جمله نواقض ایمان یکی از نواقض خطرناک که امروز بسیاری از مردم به او مبتلا هستند، یعنی اگر خدمتان عرض بکنم 80% از کسایی که در کفر مبتلا میشن و نمیفهمند ای چی هست، هزل، استهزا، توهین کردن و رشخند زدن به شعائر الله هست. این حال اگر کسی با یکی از شعائر الله استهزا و توهین میکنه، تحقیر میکنه، بالای زو فکایی میگه، به هر شکلی که باشه این انسان ایمانش مشکنه و در کفر اکبر داخل میشه و از ملت اسلام خارج میشه. خب برای این سخن که این کافر میشه و از ملت اسلام خارج میشه، خانمش بالایش طلاق میشه و اگر خانم میباشه شوهرش بالایش حرام میشه، این کلی مسائل وقتی میگیم چی دلیل داریم؟ اول باید بشناسیم که هزل چی هست. در زبان عربی غالبا برای هزل استعمال شده و هزل چی را میگن؟ میگن که هزل به معنای سخن گفتن یا بازی کردن، یعنی چیزی که در او انسان جدی نمی باشه. امام بخاری رحمه الله روایت میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا میکرد اللهم اغفر لی خطیئتی و جهلی و اسرافی فی امری. یا الله خطاهای مرا، بیخبری مرا و اسراف مرا در امور مغفرت بکن و ما انت اعلم به منی، و آنچه را که یا الله تو به او نسبت به ما عالمتر هستی. اللهم اغفر لی هزلی و جدی و خطایای و عمدی و کل ذلك عندی. یا الله بر ما مغفرت بکن آن چیز را که مثلا ما به شکل هزل از پیش ما اشتباه شده یا به شکل جدی ما او کار کردیم یا خطایی کردیم یا قصدن یک کاری را کردیم و کلش از طرف ما هست. به هر صورت وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا میکنه، این درس است برای امتش، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم پیغمبر معصوم هست. بناهن خطا از ما هست، اشتباه از ما هست، حاصل از ما میشه، جدی گناه ها از ما میشه. پس آنچه که رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا میکنه، این در حقیقت برای ما و شما یک درس میده. کلمه هزل در این حدیث شریف به شکل لغویش استعمال شد، یعنی انسان یک کار را میکنه در امور زندگی خود که به او جدی نمی باشه
ولی هزل در اصطلاح شریعت اسلامی وقتی که ما میگیم هزل کرد که سخن است یا فعل هست یا حرکت است که یک انسان او را انجام میده به شکل ساعتیری و خوشگذرانی یا به شکل مزاح و رشخندی و مسخرگی. اینی مسائل هزل است و همین قسم در زبان عربی در شریعت بر از او استخفاف هم گفته. استخفاف چی معنی؟ یعنی بی ارزش داشتن، بی ارزش بودن، بی اهمیت بودن و بی تفاوت بودن در امور چی هست؟ در امور اعتقادی و شعائر اسلامی هست. حال امی هزل و استخفاف و رشخندی و فکاهی‌گویی و توهین به مقدسات و معتقدات و شعائر اسلامی چند قسم است. اول مثلا حسد و استهزاء و توهین در امور اعتقادی و شعائر اسلامی هست. مثلا یک نفر فکاهی میگه، العیاذ بالله، بعضی کسا را ما شنیدیم حتی به گوش خود که سر خالق متعال، سر ملائکه، سر پیغمبر، سر قرآن، سر روز قیامت، سر جنت، سر دوزخ، سر خوراک های جنت، سر عذاب قبر، پل صراط، سر از چی میکنن؟ مسخرگی میکنن و توهین و تحقیر میکنن. بعضی اوقات هزل در بعضی از مسائل مالی میشه، در خرید و فروش میشه، در چیزهای عادی. مثلا یک کسی برای یک کسی میگه من این چیز برای تو بخشیدم و قصد نمی داشته باشه، به مذاق برش میگه که این موبایل من برای خودت بخشیدم. و بعضی اوقات در مسائل ازدواج و طلاق و رجعت و آزادی غلام و مسائل کنیز و دیگه پا هزل استعمال میشه. پس سه حالت هزل پیدا کرد. یکی هزل در مسائل اعتقادی، یکی هزل در مسائل مالی و معاملاتی و یکی هم هزل در مسائل نکاح و طلاق و رجعت و این گپا هست. حال مثلا ما و شما میگیم حکم هزل چی هست؟ هزل در شعائر الله یعنی رشخندی کردن و توهین کردن و سخنان مذاق و مسخرگی و سخنهای توهین آمیز در دین گفتن. در مسائل اعتقادی اگر این یک کسی میکنه بالای زی ای مرتد میشه و بالای زی حکم مرتد تطبیق میشه. ببینین ما گفتیم سه چیز است. مثلا در مسائل نکاح و در مسائل مالی. در مسائل مالی اگر یک کسی بر یک کس مذاق میکنه که ما امی موبایل ما یا امی کامپیوتر ما به تو تحفه دادم، دوستاشیشتن، این هزل در اونجا اعتبار نداره. پس او میگه نه یک مذاق کردم دیر شد خلاص. اما امی کلمه هزل اگر در مسائل طلاق و نکاح استعمال میشه چی حکم دارن؟ مثلا یک نفر به مسخرگی به خانم خود میگه که تو بالای من طلاق هستی، پس آن باز میگه که من خب مذاق کردم. ثلاث جدهن جد و هزلهن جد. یک حدیث هم هست و یک قاعده فقهی هست که در کتاب‌های فقهی بیان شده است که ثلاث سه چیز جدهن جد، اگر جدی هم باشی جدی هست، و هزلهن جد، و اگر جدی نباشی مذاق هم بکنی باز همی جدی گرفته میشه. الطلاق والعتاق
الطلاق النکاح و الطلاق و العتاق. یکی نکاح هست. اگر یک کسی در یک مجلس شیشته، یک خانم هست و یک مرد هست، این مرد بر از این خانم که شوهر نداره برش میگه که مرا به نکاح میگیری، و این خانم برش به مذاق میگه که بله من قبول دارم. او ایجاب کرد و این قبول کرد و شاهدا هم مردمای دیگه همینجا شیشتن. وقتی امی شاهدا به محکمه میرن و شهادت میدن، قاضی از اینا پرسان میکنه که شما آقا گفتین این کلمه را چی گفتین؟ میگه من بر از این خانم گفتم که من ترا میخوایم به نکاح صحیح و شرعی بگیرم. و این خانم چی گفت؟ خانم گفت که بله من قبول دارم. حالی خانم میگه در محکمه که من مذاق کردم. قاضی برش میگه که ثلاث جدهن جد و هزلهن جد. سه چیز که نکاح و طلاق و عتاق است، آزادی غلام، این سه چیز چی هست؟ این هزل و مسخرگی نداره. گفتی همین جمله را؟ بله. شاهدا شما در مجلس بدن شنیدین؟ میگه بله ما شنیدیم همین جمله را گفت. بناهن این خانم از این مرد میشه و قاضی را میگه تو خانم از این هستی. چون در نکاح یعنی دو شرط است، یکی ایجاب و قبول است و حضور شاهدا هست. این حال دیگه مثلا مهر تعیین کرد یا نکرد، این باز مهر یا پاش شرط نکاح صحت نکاح نیست. نکاح شد به می دو شرط. پس جدی باشه یا جدی نباشه. این حال شما متوجه باشین اگر یک مرد برای خانم خود میگه که تو سر من طلاق هستی و دوستا شهادت میتن در محکمه که بله ما شنیدیم امی کار ای کرد و خانمش میگه بله برای من گفت، ولی مرد میگه که من مذاق کردم. قاضی میگه که این خانم تو سر تو طلاق شد، طلاق واقع شد. چند طلاق گفتی؟ یک طلاق گفتی؟ بله. پس اینمی طلاق واقع شده، میتونه باز رجعت بکنی، لکن طلاق شد. من مذاق کردم. میگه نه، در این مذاق نیست. مثل که ما و شما در چیز میگیم، ما مثلا در چیزها میگیم در بسیاری اوقات که مثلا در هر چیز مذاق، در ریش بابا هم مذاق. یعنی یک نفر در هر چیز مذاق میکنه، که ریش پدر خودم مذاق میکنه، دیگه خب باز مذاق نیست دیگه. اینجا باز پدرش این عمل از زیر جدی میگیره. این حال وقتی در این مسئله اوتر است، در مسائل اعتقادی درجه یک هست. در مسائل اعتقادی که یک کسی در مسئله احکام شریعت اسلامی، در شعائر الله، اینجا این مسخرگی و رشخندی و هزل میکنه. خب چی دلیل داریم؟ الله متعال میگه که ولقد استهزئ، در سوره انعام آیت 2 ببینن، ولقد استهزئ برسل من قبلک. الله متعال به رسول الله میگه که یقینا که به پیغمبرایی که قبل از تو هم بودن استهزاء و مسخرگی شد. فحاق بالذین سخروا منهم ما كانوا به یستهزئون. پس برای کسایی که همین مسخرگی میکردن، بر از اینا امو عذاب و عذاب الله اینا مبتلا شدن. پس هزل و استهزاء را در قرآن عظیم شان از صفات کافرها گفته است. کافر هزل میکرد و مسلمان هزل و مسخرگی در معتقدات و در شعائر اسلامی نمیکنن. دوم چیزی که قرآن عظیم شان بیان کرده میگه که هزل و استهزاء از صفات انسانهای مجرم هست. ان الذين اجرموا، یقینا کسایی که مجرم هستن، کانوا من الذين آمنوا یضحکون، بالای مسلمان ها خنده میکردن. و اذا مروا بهم یتغامزون، این خنده کردن، غمزه گفتن با چشم و با زبان و حرکت به یک کسی به خاطر دینش اشاره کردن. و اذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فکهین، وقتی که با اهل خود، با دیگه بیدینای خود یک جای میشن، باز اونجا فکایی میگن و خوشی میکنن و خنده میکنن. اینی چی هسته؟
و اذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون. ببین این کلش وقتی که مسلمان ها را میبینن باز برای مسلمان ها میگه که اینا چی هستن؟ گمراه هستن. کلکین بسته است. پس در این کل حالات چی هستن؟ این صفات کی هست؟ صفات انسان های بیدین و مجرم و کافر است. این در قرآن بیان شده است. هزل و استهزاء و رشخندی کردن و مسخری کردن در مسائل دینی و ایمانی از صفات منافقان است. و اذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى شیاطینهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. اینجا ببینین بر مسلمان ها میگه ما مسلمان هستیم، وقتی با پیش کافران میگن باز میگن ما استهزاء میکردیم، ما رشخندی میکردیم، ما مذاق میکردیم، سر از اونا مثلا اونا را لوده میساختیم. پس این چی هسته؟ این کلش از صفات منافقا هست و الله متعال برشان میگه که قل استهزئوا، برشان بگو که استهزاء و مسخرگی بکنین، ان الله مخرج ما تحذرون، شما الله خارج میکنن او چیزی که شما از او میترسین. الله متعال در آیت قرآن که بسیار آیت است که باید ایره حفظ بکنین و به یادتان باشه و برای دوستایتان ایره تشریح بکنین، که در این آیت قرآن آیت صریح هست که الله متعال میگه ولئن سألتهم لیقولن انما كنا نخوض و نلعب. اگر از اینا سوال بکنیم، کسایی که فکایی میگن، مذاق میکنن، رشخندی میکنن، وقتی کلمه کفر میگن، رشخندی کرد سر اسلام، سر شعائر اسلامی، سر حجاب رشخندی کرد، سر چادر رشخندی کرد، سر لنگی مثلا رشخندی میکنن، سر ریش رشخندی میکنن، سر قرآن رشخندی میکنن، سر پیغمبر رشخندی میکنن، سر صفات الله، سر هر چیز استهزاء و توهین رشخندی میکنن. ولئن سألتهم، الله متعال میگه اگر از این مردم باز پرسان بکنی که چرا شما تو میگی من کلمه خواندم، من مسلمان هستم، کلمه طیبه میخوانم و شهادت و تذکره تا نوشته کردی من مسلمان و زیاد ادعای دینداری میکنی، اما حال تو آمدی سر کل این چیزها، سر مسائل پیغمبر الله و پیغمبر و دین الله، سر از اینا رشخندی میکنی. چرا؟ الله متعال میگه ولئن سألتهم، اگر از پیشان سوال بکنی، لیقولن انما كنا نخوض و نلعب. حتما اینا چی میگن؟ اینا میگن که ما خو ساتیری میکردیم، ما مذاق میکردیم، ما جدی نبودیم. یعنی ما کلی کارا رو میکردم، من جدی نبودم. الله متعال در جوابشان چی میگه؟ قل بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، برای می اشخاصی که استهزاء و توهین و رشخندی میکنن، برشان بگو ابالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون. آیا شما به الله و به آیات الله و به رسول الله استهزاء میکردین؟ لا تعتذروا. حکم الله چی است؟ قال الله متعال حکم خدا بیان میکنه. اونا استهزاء کردن، دلیلشانی که ما مسخرگی میکنیم، الله برشان گفت که شما به الله و به آیات الله و به پیغمبر الله به این شما استهزاء و رشخندی میکنین. حکم الله چی است؟ لا تعتذروا، عذرخواهی نکنین. قد کفرتم بعد ایمانکم، شما کافر شدین بعد از ایمانتان. پس اینجا در سوره توبه آیت 65 و 66 بیان میکنه که هر کسی که سر مقدسات و معتقدات و شعائر اسلامی استهزاء و توهین و رشخندی بکنه و باز عذر خدا پیش بکنه که نه من خو مذاق میکردم و من جدی نبودم، الله میگه عذر نکنین، شما کافر شدین. یک راه هست که پس توبه بکنین و رجوع بکنین و برگردین، در غیر از او قد کفرتم، شما کافر شدین بعد ایمانکم. اینجا دقیق شوین، بعد ایمانکم یعنی شما بعد از ایمانتان کافر شدین. یکی از علما به نام عبدالرحمن
قحطانی میگه که باب من حزل به شیء فیه ذکر الله، باب درباره کسی که مثلا چیزی از ذکر الله هست درباره از زو مثلا استهزار میکنن، اما ذکر ذاته و ذکر اسمائه او ذکر صفاته، یعنی یا ذکر نامهای الله هست یا صفات الله هست یا افعال الله هست یا ذات الله هست. قل ابالله، میگه بگو بر از اینا شما آیا به الله ای به ذاته، به ذات الله و نامهای الله و صفات الله و آیاته الشرعیه و آیاته و با آیات الله. آیات الله دو قسم است، آیات تکوینی هست که در آسمان ها و زمین و جنت و دوزخ و آخرت است، یعنی آیا به این شما استهزا میکنین، یا با آیات تشریعی الله که احکام الله را بیان میکنه که فرایض و واجبات و محرمات و جایز و ناجایز است، بالای ازی شما رشخندی میکنین. کنتم تستهزئون و رسوله و ای، یا مثلا به رسول الله. پس استهزا به الله، به ذات و صفات و افعال و عباداتش، استهزا به آیات الله که در خلقت آسمان ها و زمین و سیارات و دنیا و آخرت دایی باشه، و یا هم استهزا به چی باشه؟ به رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. کنتم تستهزئون لا تعتذروا، الله این نهی میکنه که شما عذر نکنید. و نهی للتیئیس هنا، یا عالم میگه اینجا نهی برای چی است؟ برای ناامیدی هست که اینا را ناامید میسازه. این عذر تو قبول نمیشه، این مسئله جدی هست. قد کفرتم بعد ایمانکم، هنا بین ان فعلهم الذي هو الاستهزاء کفر، یعنی بیان کرد همین فعلی که اینا انجام دادن چی هست؟ این کفر است. و دل على انه کفر اکبر، میگه این دلالت میکنه به خاطر ازی که این کفر اکبر است، کفر اصغر نیست که گناه باشه، کفر اکبر است که انسان از دایره ایمان خارج میکنه. نفل ایمان عنهم، الله برشان ایمان از اینا نفی کرد. قد کفرتم بعد ایمانکم، الله گفت که بعد از ایمانتان شما کافر شده. حالا بعضی کسا هستن میگن که کسی که مسلمان شد کلمه خوانده که باز کافر نمیشه. نه خیر، اینجا شما سعی کنین این شخص به مسخرگی، به ساتیری کلمه کفر گفته کافر شده. پس اگر کسی مثلا به جدیت دشنام میده قرآن پیغمبر الله را، دین اسلام، و یا به جدیت خود درجه اول هست، اما اینجا ای به مسخرگی. الله متعال میگه قد کفرتم بعد ایمانکم. خب سببی که بالا از اینا که کافر شدن چی هست؟ سببش الله میگه گفت کنتم تستهزئون، به خاطر که شما استهزا میکردید، یعنی به سبب استهزا شما کافر شدین. و یه عالم میگه و هم لم یکونوا منافقین خالصین. ببین اینا میگه که اینا منافق خالص نبودن، بل مؤمنین ایمانهم ضعیف، بلکه اینا مؤمن بودن ایمانشان ضعیف بود ولذا لم یمنعهم من الاستهزاء بما ذکر، لکن اینا را منع نکرد از استهزاء به آنچه که ذکر شده است. یعنی اینجا یه عالم میگه که بعضی ها استدلال میکنن که این شخص منافق بود. خب اگر منافق بود از قلبش الله با خبر بود، لکن در بین مردم مثلا این کسی که استهزاء میکنه، این در شأن نزول از این آیت باز میایم پسانتر. پس اینجا این عالم در کتاب خود به نام شرح کتاب توحید تعریف ابو عبدالله احمد ابن عمر ابن مساعد الحازمی، این در کتاب خود نوشته میکنه که اینجا لم یکونوا منافقین خالص، یعنی منافق خالص نبودن، بل مؤمنایی بودن که ایمانشان ضعیف بود، بناهن به خاطر ضعف ایمانشان
ایمان قوی انسان اجازه نمیده که مثلا انسان وقتی که ایمان قوی داشته باشه اجازه نمیده که او مثلا به شاعر الله توهین بکنه. چرا تعظیم یکی از عبادات قلبی هست. ما شما میگیم سبحان ربی العظیم، عظمت الله، عظمت قرآن، عظمت احکام الله. هر حکم الله که است ای چرا بزرگ است، عظمت داره، به خاطر که حکم الله هست. این حال وقتی کسی به این بیادبی میکنه، اگر ایمان قوی داشته باشه انسان کل زیر عظمت میده و هیچ وقت جرأت نمیکنه که بیادبی بکنه. پس انسان هایی که ایمان ضعیف دارن، ایمان قوی ندارن، این حال ایمان ضعیفشان بر از اینا اجازه میده که استهزا بکنن و همین ایمان ضعیف کمی که دارن این هم با استهزا چی میشه؟ کاملا از بین میره. خب این دلیل از قرآن عظیم شان شد. در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم چی دلیل هست بر ازی؟ امام طبری رحمه الله در شأن نزول امی آیتی که خدمت شما تشریح شد چی میگه؟ این مشته میکنم، میگه امام طبری در تفسیر طبری میگه زید ابن اسلم رضی الله عنه گفت یکی از منافقین در غزوه تبوک به عوف رضی الله عنه گفت، میگه یک شخص از جمله منافقین که خود در بین مسلمان ها زده بود و مسلمان هایی رو چی فکر میکنن؟ گفتن مسلمان هست. در غزوه کجا بود؟ در غزوه تبوک. پیغمبر و صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه رضی الله عنهم رفته بودن برای جهاد و این شخص هم در بین از اینا هست. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از غزوه خلاص میشن، خب در راه خسته میباشن، در یک جای دم میگیرن و رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه رضی الله عنهم عادت داشتن که وقتی یک جای میشیشتن فوراً قرآن عظیم شان میگرفتن یا آنچه که حفظ داشتن، اگر اما حفظ خود قرآن که داشتن او را تلاوت میکردن. پس اونا قرائت میکردن، چون صحابه اکثرا قرآن چی میکردن؟ حفظ داشتن، حفظ میکردن. خب این شخص میگه، این شخصی که منافق از خدا در بین مسلمان ها زده، میگه آمد و برازی میگه که به عوف رضی الله عنه میگه که اینا را میبینی که یا این قاریایی که شکم دوست هستن بر از اینا توهین میکنن، شکم دوست، دروغگو و ترسوها در جنگ هستن. این کلمات توهین، کلمات تحقیر و استخفاف و استهزاء. این قاریایی که دیدی اینجا قرآن شریف میخوانه و اونجا رسول الله صلی الله علیه و سلم ابوبکر صدیق است، ابوبکر، عمر، عثمان، علی، مهاجرین، انصار، کبار صحابه. اینا بر ازیا چی میگن؟ این قاریا را میبینی که شکم دوست هستن، دروغگو و ترسو هستن در جنگ. دروغگو دوم و ترسو هستن در جنگ. پس این سه لفظ بسیار خطرناک. منظورش کی هست؟ میگه منظورش رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحابش بود. عوف رضی الله عنه بر از این شخص میگه گفت که دروغ گفتی. میگه برش گفت که تو دروغ میگی و تو منافق هستی. این صحابی وقتی که کلمه را از دان ازی میشنوه برش میگه که تو دروغ میگی و تو منافق هستی و ما این سخن تو را به رسول الله صلی الله علیه و سلم میرسانم. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما میگه، در ما گفتم راوی حدیث میگه من امی شخص دیدم که بر ریسمان شتر رسول الله صلی الله علیه و سلم خود آویزان کرده بود و در حالی که سنگها به پایش میلودیدن. ببینید قبل از اینکه این صحابی که گپ از این شخص شنیده بیای به رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه، وقت بر رسول الله صلی الله علیه و سلم جبریل امین علیه السلام میاد و برش وحی میکنه و رسول الله صلی الله علیه و سلم این شخص خواسته و برش میگه که تو کافر شدی. و این شخص عبدالله ابن عمر رضی الله عنه میگه که من این شخص دیدم که وقتی برش پیام از رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان میشه
میگه رسول الله صلی سر شترش سوار شد وقتی بر از این حکم میگه و میگه تو کافر شدی به خاطر امی استهزاء و توهین و تحقیری که کردی. رسول الله صلی سر شتر خود سوار میشه و حرکت میکنه و عبدالله عمر رضی الله عنه میگه که من این شخص دیدم که از کمربند شتر رسول الله صلی الله علیه و سلم محکم گرفته بود و صدا میکرد که انما كنا نخوض و نلعب. میگفت که این رسول الله صلی الله علیه و سلم من مزاح میکردم، من ساتیری میکردم، من جدی نبودم. و رسول الله صلی الله علیه و سلم به سوی وی می‌نگریست و میگفت بالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون. شما به الله استهزاء و مسخرگی و فکایی گیری ساتیری میکنید و به آیات الله و به رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس این شخص حکم میشه بالایش که این کافر است. دلیل از اجماع امت اسلام چی هست؟ فقهای اسلام اجماع امت به تکفیر هزل و استهزاء کننده، یعنی کسی که مثلا آشکارا هزل میکنه و استهزاء به دین میکنه این کافر است به اجماع امت اسلام. و باز ما و شما میخوانیم که اگر کسی کافر است او رو باز تکفیر نمیکنه خودش کافر میشه. که باز بعضی کسا از او دفاع میکنه که نه او مزاح میکرد و ساتیری میکرد. نه خیر، در دین مسخرگی و ساتیری و رشخندی نیست. البحر الرائق یکی از کتابهای فقه علمای احناف است. چی میگه؟ من تکلم بالکفر حازلا او لاعبا کفر عند الکل. صاحب بحر الرائق چی میگه؟ میگه کسی که سخن کفری را به مسخرگی گفت یا به ساتیری گفت، یعنی به هزل گفت، یعنی به عدم جدیت که من جدی نیست، یعنی اما تو عادی گفته میره و مسخرگی میکنه یا مثلا ساتیری میکنه، میگه کفر عند الکل، میگه به نزد تمام علمای اسلام این اجماع است که کافر میشه. ولا اعتبار به اعتقاده، به عقیدهش باز اعتبار نیست که بگه من مسلمان هستم و من کلمه میخوانم و من دیندار هستم و در خانه مسلمان پیدا شدیم. خیر، تو رشخندی کردی و استهزا کردی به دین الله. چند روز پیش من یک کلیپ دیدم، یک کسی پیش یکی از افغان هایی که حالا در خارج است برش میگه که من مسلمان شدم. او هم مایک در پیشش است، آستایی که در میگه ما چی خیر دیدیم که مسلمان شدیم که تو مسلمان شدی. استهزاء و توحید و این شخص با اینمی کلمه خود کافر شد. علامه حصفکی رحمه الله یکی از علمای بزرگی هست و کسایی که فقه خواندن میشناسن. این میگه من حزل بلفظ کفر ارتد. اگر کسی هزل کرد، هزل ما شما گفتیم یعنی سخنی که جدی نیست، یعنی جدی نیست که بگم در حالت جدیت است و بگم نه مزاح میکنن، در حالت مسخرگی و در مجلس شیشتن و فکاییگویی و رشخندی هست، اما تو در بین خود رشخندی میکنه. یک کسی در میگه ما یک فکایی بگویم سر پیغمبر فکایی میگه، ما یک خوشطبعی بکنم سر الله، سر نامهای الله، سر صفات الله، سر دین الله، سر قرآن، سر پیغمبر. پس علامه حصفکی میگه که من حزل به لفظ کفر ارتد و این لم یعتقده للاستخفاف فهو کفر العناد. پس کسی که حزل بکنه این کافر مرتد میشه اگر چی را عقیده نداشته باشه، عقیدهش نباشه، به خاطر استخفاف، به خاطر ای که بسیار به ارزش میدانه شاعر الله را. استخفاف چی را میگن؟ یعنی یک چیز خفیف و بی ارزش میدانی سرش فکایی میگیرش خندی میکنی. اما انسان وقتی که سر چیزی که با ارزش باشه و بر از عظمت میترش خندی میکنه، این عالم میگه به خاطر استخفاف فهو که کفر العناد. این میگه مثل کفر عنادی و عارض. کفر عناد چی میگه؟ یعنی کسی که کفر یعنی
اساس دشمنی کفر میکنه. حالا میایم سر مطلب دوم که اسالیب و روش‌های هزل و استهزاء. هزل، استهزاء، توهین، ریشخندی، فکاهی‌گویی به شعائر اسلامی روش‌های مختلف داره. و شما وقتی ما شما ایره میخوانیم، خواهش من این است که خوب سر از این فکر بکنین و ایره ببینین که در جامعه و در موبایل ها و در سایت ها و در تیک تاک ها و در اینجا ببینین که چقدر مردمی که خدا مسلمان میگن در این مسائل توهین و استهزاء میکنن. قسم اولش هزل و استهزاء به شعائر الله به شکل لفظی هست. مثلا با الفاظ کفری را با الفاظ میگن، با زبان خود میگن. مثلا فکاهی گفتن و ریشخندی کردن در مورد خالق متعال، در مورد صفات الله، در مورد کلام الله، در مورد قرآن عظیم الشان، در مورد احکام اسلامی، در مورد نماز، روزه، حج، زکات، جهاد، شهادت و غیره. امروزیات کسا هستن مثلا جهاد تروریسم میگن، احکام حدود الهی را که مثلا قصاص است ایره خشونت میگن. این الفاظی هست که اگر ایره جدی هم بگوین کافر میشن و ایره اگر به مسخرگی هم میگن این سبب کفر میشه. الله متعال میگه و فی القصاص حیات، در قصاص زندگی هست. یعنی وقتی که یک قاتل مجرم قصاص میشه در مقابل از او جامعه از شر از این خلاص میشه و برای کل جامعه حیات است. ولی این میخیزه میگه که این قصاص این خشونت است و بسیاری از حدود اسلامی را سرش امروز به اساس از اینکه در بین کافرها زندگی کرده و کافرها تبلیغات زیاد کردن، بنابراین این کل از این چی میگن؟ برای از اینا ایره جهاد اسلامی را تروریسم و مجاهده تروریست و قصاص خشونت و تطبیق نظام اسلامی و خلافت اسلامی را به نام فاندامنتالیست و بنیادگرایی، این کلش اونا میگن. پس کلمات از اونا کلمات توهین آمیز و تحقیر کننده هست. این حال مسلمان وقتی که یک مسلمان هم میخیزه توهین و تحقیر میکنن، این هزل و استهزاء و شعائر الله به شکل زبانی هست. یا مثلا توهین و تحقیر به شخصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنن، یا به ازدواج های رسول الله صلی الله علیه و سلم توهین و تحقیر میکنن. یا مثلا ازدواج، مثلا نسبت دادن بعضی از امور زشت و سخنان دروغین به رسول الله صلی الله علیه و سلم. بعضی کسا هستند که بعضی از چیزهای دروغی به رسول الله صلی الله علیه و سلم نسبت میدن و رسول الله صلی الله علیه و سلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. کسی که قصدن سرم دروغ میگه جایگاه خود در دوزخ بگردانه. پس بعضی اوقات نسبت بعضی از چیزها استهزاء و ریشخندی بالای احکام اسلامی، مثلا بعضی اوقات سر حجاب اسلامی، سر قصاص، سر قطع دست سارق، دزد، حد شراب، حد زناکار، اینا رو کلش باز چی میگن؟ استهزاء و مسخرگی میکنن، ریشخندی میکنن، فکاهی سر از این میگن، توهین و تحقیر میکنن و کلمات از زبانشان خارج میشه که چون کل از این احکام در قرآن ثابت است و توهین کردن به احکامی که در قرآن عظیم الشان و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت است، این سبب چی میشه؟ سبب هزل و استهزاء و این میشه که این انسان از دایره ایمان خارج میکنه. بسیار خطرناک است. این دین بسیار چیز نازک است که مثلا انسان بسیار زود ایمانش مشکنه و در روز قیامت میخیزه و او در دفتر اعمالش نوشته هست و این کافر میشه. و رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که یک نفر یک کلمه را میگه که به او توجه نمیکنه. ببین رسول الله صلی الله علیه و سلم یک کسی یک کلمه را میگه که به او توجه نمیکنه ولی این کلمه ایره در تاترین جای دوزخ میپرته، از دایره ایمان دورش میکنه. بسیاری کساست در الفاظ خود متوجه نیست. اگر برشان بگه که بیاین یک ساعت در این مجلس خود از قرآن و از دین و از سنت و از پیغمبر گپ بزنیم، او شما کل مجلس ها را میخواین که حال دینی بسازین، وسو کنین،
این قرآن و سنت یاره بگی، باز اختلاف ایجاد میشه. ای نه، الله میگه که قرآن و سنت اخوت، ایمانداری، دوستی و محبت پیدا میکنه. و ای چی میگه؟ سخن گفتن در قرآن و سنت سبب چی میشه؟ اختلاف میشه. پس گپ گپ الله را رد کرد. استهزا و توهین به چی کرد؟ به آنچه که الله میگه. الله قرآن نازل کرده، الله پیغمبر نازل کرده، پیغمبر برش وحی جلی و خفی شده، وحی جلیش قرآن، وحی خفیش سنت، به خاطر ازی که امت واحد تشکیل شود، بشریت، انسانیت، اخلاق، دوستی، محبت در بین مردم زیاد شود. ای باز چی میگه؟ که ای سبب جدایی میشه و اختلاف میشه. صراحتا کفر میگه. ولی می شخص اگه باز سبا روز در بستر مرگ میبینی یا برش بگویی که تو کافر شدی، باز قار میشه و اعصاب خراب میشه که شما تکفیری هستین، شما بیدین هستین، شما چطور هستین، مرگ کافر گفتی، در حالی که خودش کلام الله را توهین میکنه و تحقیر میکنه. ابالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون. امی استهزاء و رشخندی نیست؟ حجاب در میده. خب حجاب خب به کدام شخص و حزب و گروه تعلق نداره. حجاب حکم الله است. یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. این آیت حجاب است. قل لازواجک، برای نبی صلی الله علیه و سلم حکم الله است. بگو برای ازواجت، همسرایت، و بناتک، برای دخترایت، و نساء المؤمنین، و بر تمامی خانمهای مؤمنه، زنهای دیندار، بگو که یدنین علیهن من جلابیبهن، اینا باید چی کنن؟ حجاب داشته باشن و با جلباب خود، با امون چادر کلانی که بالای لباس عادی پوشیده میشه، با این خود بپوشانن. پس این حکم الله شد. حکم کدام حزب، گروه، طایفه نیست. ای که خودت با کدام گروه یا کدام حزب یا کدام طایفه یا فرقه که هر کس اختلاف داری، او را بان به او خود ازوه، اما حکم الله را توهین و تحقیر نکن. بعضی کسا امروز با اساس ازی که مثلا دشمنای اسلام خوشحال میشه که یک چند تا مسلمان بخیزن، به کعبه توهین بکنن، به قرآن توهین بکنن، به پیغمبر توهین بکنن و اینا به خاطر خوشی از اینا این کارا را میکنن. و قصاص توهین کردن به قطع ید است، حد شراب. مسخره نمودن نظام های اسلامی، مثلا نظام اقتصاد اسلامی رو میگن او ولی اسلام به اقتصاد چی؟ کلمه کفر است. اسلام به نظام مالی چی؟ این کلمه کفر است. به خاطر ازی که در قرآن عظیم الشان آیات آمده هست که مسائل اقتصادی رو بیان میکنن. اگر شراب حرام است، پس فابریکی شراب سازی حرام است. اگر زنا حرام است، پس مسائل سیاحتی که در او زنا باشه حرام است. این احکام قبول نکردن این سبب کفر میشه و بسیاری وقتا این استهزا میکنن که حالا شما اسلام در هر چیز میکشین. بله، اسلام دین کامل است. در هر بخش اسلام هست. در اقتصاد هست، بله هست. در سیاست هست، بله هست. در اخلاقیات هست، بله هست. در مسائل خانواده هست، بله هست. در حکومت، بله، در کل چیز اسلام هست. نظام های مکمل اسلام در این راستا هست و درباره هر نظام از آیات قرآن است. و انکار از هر نظام اسلام انکار از آیات قرآن است. انکار از چند آیات قرآن هست و یک آیت قرآن انکار کردن سبب کفر انسان میشه. بسیاری وقتا مثلا فکایی میگن به شاعر اسلامی، به آیات قرآن، به ملائکه. بسیاری ریش سفید هست، میگه یک ملائکه در آسمان شیشته یک دول در دستش است. این توهین بر ملائکه نیست؟ و باز بر علما میگه که باز اگر کدام عالم خیرات بکنه، ملائکه دو توهین میکنه. اول به یه عالمی که عالم اسلام هست و دوم به ملائکه معصوم که الله متعال میگه معصوم است و این میگه نه دول در دستش است. کفر است. و این فکایی هاست که توسط کمونیست ها و مردم های بیدین در بین مسلمان ها ترویج داده شده است.
بسیاری وقتا مثلا کلمات، مثلا کسی که اسلام باشه قصه های اسلامی را خرافات میگه. وقتی که قصه بگونی از قصه هایی که در قرآن عظیم الشان و در حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله، قصه های اساطیر الاولین که میگفتن کافران، اساطیر الاولین یعنی قصه های خرافاتی، در حالی که در قرآن هیچ چیزی از قصه های خرافاتی نیست، کلش واقعیت هاست. کهنه، دین اسلام کهنه میگه. آیا آسمان کهنه گفته میتونیم؟ مهتاب کهنه گفته میتونیم؟ آفتاب کهنه گفته میتونیم؟ دین الله کهنه نمیشه. وحی الهی امیال که شما قرآن و سنت بخواین فکر میکنین که امیال دستی نازل شده و مشکلات امروز ما و شماست. این حال استعمال کلمات خرافات، کهنه، فرتوت، مرتجع، مسلمانی که دیندار باشه و مرتجع یا او افراطی، یا مثلا برای مجاهدین مسلمان کلمه تروریست گفتن، برای جهاد تروریسم گفتن، مجاهدین تروریست گفتن، این کلش ببینین توهین و تحقیر است به شعائر الله. مثلا حدود اسلامی را به خشونت و ظلم توصیف کردن، یا مثلا منع نمودن دعوتگران از دعوت اسلامی در مجالس که باز جنجال نشه. پیشتر براتون گفتم بعضی اشعار کفری هست. شما بعضی از شاعرای بیدین ببینین شعرهای کفری میگن که مخالف عقیده توحیدی هست. عقیده حلول میگه، عقیده که مثلا ناسوت ما لاهوت شد. مثنوی مولانای روم شما بخوانین، الله مرا ببخشه. یک وقتی من بر ازی مولانا گفته بودم که مغفرت خواستم، نمیفهمیدم، ولی انسان حق نداره برای کسی که از دایره ایمان خارج شده باشه و عقیده حلول داشته باشه و عقیده اتحاد داشته باشه که انسان به الله مبدل میشه. پس اینجا چی میشه؟ اینجا انسان اگر اینو میگه باید استغفر الله و توبه. اینو کردم به خاطر از این آشکار استغفار و توبه میکنم که اگر این کلیپ کسایی شنیده باشه بفهمن که از پیش اشتباه شده. توهین و تحقیر احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. بسیاری وقتا احادیث توهین میکنن، تحقیر میکنن که این مثلا در حزب ما نیست یا در گروه ما نیست یا در مذهب ما نیست. خب اون مسائل فقهی را بارین در کنار، اما با احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، احادیثی که علما اجماع به صحت ازو کرده اند و علما اسلام میگن احادیث صحیحه هست، بر از توهین کردن و تحقیر کردن انسان از دایره ایمان میکشه. بعضی کسا هستن که باز میگه ما حدیث بیخی قبول نداریم و ضرورت نداریم، در حالی که امر الله هست که اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت از رسول بکنید. اطاعت از الله با قرآن، اطاعت از رسول با احادیثی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان شده هست. آل رسول زنده نیست که ما اطاعتش بکنیم از پشترش بریم نماز بخوانیم. پس احادیثی که بر ما گذاشته هست یعنی چیست؟ بعضی اوقات مثلا به بعضی از شاعر اسلامی ببینید، مثلا چند وقت پیش به صدها نفر کافر شدن به خاطر یک حدیثی که در اون حدیث گفته بود که اولی غذای اهل جنت که است همو ما حول جگر ماهی هست. اونجا چون مردمی که مثلا عالمی که تشریح میکنه او مردمی که فکر میکنن، ما و شما خب بحر نداریم، در دریای ما مثلا ماهیگکای خرد خورده است و این ماهی خرد اگر جگرش بیایی بحث بکنیم این قیاک است. اما این انسان جاهل اگر میفهمید که اونجا کبد الحوت گفته شده هست و حوت در زبان عربی یکی سمک است و یکی حوت است. سمک ماهیگکای خرد خورده است و حوت ماهی بزرگی را میگن. اون ماهیه که حتی یکی از جمله از حوت که او پیغمبر الهی یونس علیه السلام در شکم از او جای شد. پس اگر شما جگر و اطراف ماهیای حوت ببینین و شما در اینترنت مراجعه بکنین و به کلمه عربی نوشته کنین حوت،
و اونجا براتون مایای بزرگی را میاره که جگری از اونا از جگر گوسفند کده هم بزرگتر است. اما این انسان جاهل به عوض از که تحقیق بکنه که در حدیث کلمه حوت گفته شده هست و اگر جگر ماهی و اطراف جگر ماهی که هسته اگر سرزیده این حدیث بیان شده است، خب اگر یک ماهی بزرگ باشه مثلا مثل یک گوسفند، در حالی که حوت ماهی هایی هستند که از گوسفند و حتی از شتر کده هم به این اندازه ماهی های بزرگ وجود دارن و در بحرها هستند. یک ماهی مثلا جگرش 2 کیلو 3 کیلو 5 کیلو تا اینقدر میه و این اگر شما من یک دفعه سرچ کرد و کبابای ازی حتی در جهانی که مثلا اون جایی که مثلا این حوت هستن و این رواج داره و قدرت الله متعال، یعنی حکمت شما چی میفهمیم در بزرگترین نعمتهای جنت؟ اولین خوراک جنتی هایی هست و ما سمعنا و اطعنا. لکن بسیاری کسا با اساس جهالتی که داشتن خیسن سر از توهین کردن و کلپا شد و گپ‌های گفتن و کافر شدن و مرتد شدن و خانم‌هایشان بالایشان طلاق شده هست و از امون وقت تا امروز اگر ازدواج دارن به زنا مبتلا هستن و باید تجدید نکاح بکنه. اگر مسلمان راستی اگر که کافر و منافق هست مرتد هست، ولی به اساس جهل بسیاری کسا به این مرض مبتلا میشن. بعضی اوقات به شکل نوشتاری میشن، بسیاری وقتا ما و شما در مجلات و دیا میبینیم. این هم استهزاء هست و توهین است، به شکل شعر و به شکل مقاله و نوشته و در جراید و در کامنت ها و در چیزها نوشته میشه. این هم هزل حساب میشه و بعضی اوقات به شکل عملی میشه که بسیاری از مسائل شاعر اسلامی را مثلا انداختن قرآن در نجاسات، مشت کردن قرآن در جاهای که در اونجا بیادبی به قرآن میشه و لایک کردن کفریات و شرکیات و تایید کردن از این و چاپ کتاب های از این که مثلا این کتاب ها هست و خواندن از اینا کلشان مثلا چی هست؟ یا گاهی هم حاصل استهزاء و شکل تصویر میشه. مثلا یک مسلمان در نقش یک کافر به بت سجده میکنه، این کافر میشه. یک در نقش یک نصرانی، در نقش یک هندو نقش بازی میکنن و بسیاری وقتا مثلا ترجمه فیلم ها را میکنن که مثلا این ترجمان مسلمان است، او بت خدا میگه که ای بگوان و ای باز ترجمه میکنن که ای خدا و به این شکل این انسان به این شکل در چی میشه؟ در این داخل میشه و انسان. و آخرین نقطه‌ای که خدمت شما دوستا در این راستا عرض بکنم ویهی است که خب فتاوای علما زیاد است در این راستا، من خوانده نمیتونم، لکن نشستن در اتم مجالس هم سبب کفر کسی که در این مجلس میشینه میشه. الله متعال میگه والذین لا یشهدون الزور، مسلمان ها کسایی هستند که در اتم مجالس زور میگه اشتراک نمیکنه. و زور چی است؟ در مجالسی که در منکرات باشه، شرک اصغر باشه، شرک اکبر باشه، عیدهای مشرک ها باشه مثل جشن نوروز و جشن مثلا کریسمس و اجتماع در شراب خوری و سیگرت زنی و مجالس موسیقی، اینا کلش فیلمای سینمایی، اینا کلش در چی داخل میشن؟ در زور داخل میشن. یعنی مسلمان واقعی در اتم مجالس نمیشینه. و در آیت دیگه که بسیار خطرناک است، الله متعال میگه و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا، اگر شما این کسایی که در آیات ما که ما شما پیشتر تشریح کردیم که در شعائر الله اینا رشخندی میکنن، استهزا میکنن، فاعرض عنهم، از این مجلس برای از اینا حتی یخوضوا فی حدیث غیره، تا که به کدام سخن دیگه شروع بکنن. و اما ینسینک الشیطان فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، اگر شیطان بعد از اینکه مردم های جاهل نشی. و در آیت دیگه که باز بیخی خطرناک است که بسیاری چیز میگه، الله متعال میگه و قد نزل علیکم، یقینا که نازل شده برای شما فی الکتابی در کتاب، ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها، اگر شما دیدین که آیات الله با کفر میشه، کفرگویی میشه و استهزاء میشه،
فلا تقعدوا معهم، امرایشان نشینین. در تلویزیون که آمد عاجل گلش بگو، در موبایل که آمد عاجل دورش بگو. کسایی که استهزاء و توهین به چی میکنن؟ به شعائر اسلام میکنن. حتی یخوضوا فی حدیث غیر، تا که از این موضوع دور شود. انکم اذا مثلهم، اگر شما باز در مجالس شیشتین، در مجالس اشتراک کردین، باز شما هم مثل از اینا میشین. یعنی حکم شما در کفر و استهزاء از اینا، چرا شما در این هم داخل میشین. ایناله اینجا علما بازی رو تشریح کردن بسیار زیاد، چون وقت ما و شما پوره هستن. یعنی به این معنا هست که اگر شما به همراه آنها نشستید در حالی که راضی باشید به آنچه از کفر و استهزاء و قرآن میکنن، و این منافقان بودن که با علمای یهود می نشستن، پس آنان به قرآن مسخرگی میکردن. سپس الله تعالی مسلمانان را از نشستن با آنان منع کرد. ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا. انسانهای منافق و کافرن. چرا بسیاری کسا باز وقتی که استهزاء و توهین میشه این هم خنده میکنن و خوشحالی میکنن، این زیادتر منافقا میباشه. و انسان مؤمن باید تو مجلس نشینه، و اگر شش باز حکم ازی مثل حکم از اونا در حکم داخل میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.